هدیه رستگار مشهور به دیوانه تیک تاک کیست؟ هدیه رستگار در کجا زندگی می کند؟ مشکل هدیه رستگار با مردم افغانستان چی بوده است؟ و این مصروف چی کار باری است؟ آیا با واقعیت هدیه رستگار دختره و هدیه رستگار و فرید رستگار می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. هدیه رستگار دختر خانم هدیه رستگار و فرید رستگار در کشور آلمان دیده به جهان گشود. وی بزرگ شده کشور آلمان می باشد. تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در آلمان سپری کرد. هدیه رستگار علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشته است. وی بیشتر از 25 سال سن داشته است، ولی ظاهرا معلوم می شود وی کمتر از 16 سال باشد. هدیه رستگار هنر موسیقی را از مادر و پدر بزرگوارش آموخت. در سن 12 سالگی با خانواده‌اش به افغانستان سفر کرد و برنامه‌های مختلف موسیقی برای کودکان افغانستان در کابل و ولایت زیبای هرات برگزار کرد. در آن زمان هدیه رستگار مورد حمایت و تشویق فراوان مردم افغانستان قرار می‌گرفت. اما جدیداً هدیه رستگار برنامه جنجال‌ساز با نظیر کریمی و سحر صفدری داشته است و در این برنامه رفتار غیر ارادی از خود نشان داده است که واکنش‌های تند را در صفحات مجازی به همراه داشته است. هدیه رستگار جواب جالبی برای تمامی طرفداران و منتقدانش در صفحات مجازی منتشر کرده است. من با قلب پاکم قرار است برای مردم و ملت افغان از طریق هنر موسیقی خدمت کنم. این رفتار من کاملا عادی می باشد. من بزرگ شده کشور آلمان هستم و هیچ چیزی برایم و جز انسانیت مهم نیست. من هم آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای هدیه رستگار از بارگاه عزت الله زال تمنا دارم. عزیزان و همراهانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک سازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله زال تمنا دارم. تا درود دیگر بدرود.